با سلام و وقت بخیر خدمت همه عزیزان. سجودی هستم، مؤسس مجموعه تلباتلند. توی این ویدیو قصد دارم که نحوه سفارش ربات تلگرامی و همچنین یک دید کلی در رابطه با چگونگی ایجاد ربات‌های تلگرامی خدمتتون ارائه بدم. خب، ربات‌های تلگرامی واسه اینکه ایجاد بشن نیاز هست که 3 مرحله کلی رو طی کنن. مرحله اول ایجاد یک اکانت ربات تلگرامی هست. واسه این کار نیاز هست که شما با استفاده از ربات باتفادر که ربات رسمی تلگرام هست اقدام به ایجاد ربات کنید. تمام ربات‌های تلگرامی که شما تا به حال دیدین با استفاده از همین ربات باتفادر ایجاد شدن. شما وارد ربات باتفادر میشین و دستور نیوبات رو ارسال میکنین. بعد این ربات از شما میخواد که اسم ربات رو بفرستین. اسم ربات رو میفرستین. بعد میگه که آیدی ربات رو برام بفرست. آیدی ربات رو ارسال میکنین واسش و در نهایت ربات شما رو ایجاد میکنه. بعد از اینکه ایجاد شد یک توکنی، یک API توکنی واسه شما ایجاد میکنه، میفرسته. این API توکن رو شما به ما ارسال میکنین تا ما تو مرحله بعدی که مرحله برنامه نویسیش هست از این توکن استفاده کنیم. خب، مرحله اول رو طی کردیم. مرحله دوم چیه؟ توی مرحله دوم ما میایم صحبت میکنیم با شما که شما چه نوع رباتی رو مد نظرتون دارین، به چی نیاز دارین، ربات شما چه عمل کردی و باید از خودش نشون بده. همه اینا رو صحبت میکنیم. مثلا اگه شما قصد ایجاد ربات فروشگاهی دارین، خب میدونیم که یک ربات فروشگاهی یه سری محصولات رو باید به کاربر نشون بده، قابلیت پرداخت داشته باشه. مثلا میگیم که اوکی، من یه ربات تلگرامی میخوام، فروشگاهیه، یه سری محصولات باید بتونم بهش اضافه کنم، بتونم یه سری محصولات رو حذف کنم، بعدن بتونم ادیت بزنم اطلاعات محصولاتمو، قیمتشو یا همچین چیزایی رو. و پرداخت، خب پرداخت من از طریق کارت به کارت، یه سیستم پرداخت کارت به کارت میخوام. ما همه اینا رو میایم صحبت میکنیم باهاتون. مثلا واسه بررسی کارت به کارت شدن ها میایم یه پیشنهاد و ایده میدیم که مثلا اینطوری میتونیم انجام بدیم و همچین مواردی صحبت میشن و یک دیاگرام کلی از ربات درست میکنیم و به توافق میرسیم و بعد از این مرحله شروع میکنیم به برنامه نویسی ربات شما طبق همون چیزی که صحبتشو کرده بودیم. خب، مرحله دومم تمام شد. مرحله سوم چیه؟ تو مرحله سوم همون رباتی که ما برنامه نویسیشو کردیم نیاز هست که 24 ساعت در حال اجرا باشه و یک سری دستوراتی و یک سری اطلاعاتی رو از سرور اصلی تلگرام دریافت کنه، پردازش کنه، دوباره بهش بفرسته. و واسه این مورد نیاز هست که به یک اینترنت پرسرعتی هم متصل باشه تا در کوتاه‌ترین زمان، در کمترین زمان تمام این موارد رو انجام بده. خب، از چه استفاده کنیم؟ تو این مرحله است که ما میایم از سرورهای خارجی استفاده میکنیم. سرورهای خارجی چه مزیتی دارن؟ فیلتر نیستن، بیشترین سرعت ممکن رو دارن، 1000 مگابیت بر ثانیه سرعت اینترنتشون هست و تا به حال میتونم بگم سابقه دام شدن ندارن. خب، چی بهتر از این؟ میایم از همین سرور استفاده میکنیم. ولی یه موردی که هست، خب این سرورها هزینهشون بالاست، پرداختشون با دلار و همچین مواردی هست. چرا باید شما با این موارد درگیر باشین؟ اصلا نیاز نیست. پرداخت ها تمام موارد خودمون انجام میدیم و همچنین نیاز نیست که شما هزینه کلی یک سرور رو بپردازین. هزینه کلی یک سرور میتونم بگم کمترین قیمتش از 500,000 تومان تا 600,000 تومان شروع میشه. شما نیاز نیست ماهانه 500,000 تومان 600,000 تومان بپردازیم فقط واسه یه سرور اختصاصی که ربات شما اصلا اون مقدار مصرفو نداره. ما اومدیم چیکار کردیم؟ واسه این که شما هزینه هاتون بالا نره، رباتی که سفارش میدونه تو همون مرحله اول ارزیابی میکنیم و میگیم که شما ربات شما در مرحله در سطح 4 قرار میگیره. مثلا همون ربات فروشگاهی در سطح 4 قرار میگیره و هزینه های مصرفی این ربات بین 40,000 تومان الی 50,000 تومان هست.
یعنی ماهانه نیاز هست که 40,000 الی 50,000 تومان بپردازیم، نه بیشتر نه کمتر. و حالا میتونید از بسته های 1 ماهه، 2 ماهه، 3 ماهه و یا بسته های مورد دلخواه خودتون هم استفاده کنین که اگه بیشتر از 3 ماهه بخواین با پشتیبانی صحبت میکنین واسهتون تا حد اکثر 1 ساله میتونه اشتراک رو تمدید کنه. خب این هم از سرور هامون که در مرحله نهایی ما میایم ربات شما رو توی یک سروری اجرا میکنیم. امیدوارم که این آموزش واسهتون مفید بوده باشه. بازم هر سوالی و هر نکته‌ای بود در خدمتون هستیم. میتونین از پشتیبانی ما که 24 ساعت در خدمت شما هست سوال بپرسین. در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخگوی شما هستیم. با تشکر، ممنون که تا این زمان همراه ما بودین. مرسی.